موفقیت و هوشیاری مجاهدان فداکار پدافند ارتش و سپاه نشان داد که رژیم آپارتاید صهیونیستی همواره در مواجهه با ملت سربلند ایران در هر معرکه‌ای به مضحکه‌ای در سطح جهان تبدیل شده است. مقایسه عملیات وعده صادق 2 با اقدام اخیر نظامی این رژیم گواهی روشن بر توان بازدارندگی نیروی دفاعی جمهوری اسلامی ایران است. گرچه اقدام نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران از روی انفعال بود و به شکست دیگر برای این رژیم تبدیل شد، اما جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع و ماده 51 منشور ملل متحد خود را محق به دفاع شهر رمضان الفضيل هذا شهر التعايش مع بعض والتسامح والتعاون، والجميع يؤدي واجبه. الناس يزكون والناس يصلون صلاة التراويح، وهاي أشياء جميلة جدا. Beep, beep, beep.